آیا می‌دانستید فرق تاتو و خالکوبی چیست؟ بهتر اول ببینیم تاتو چیه. به قرار دادن جوهر یا هر ماده رنگی در لایه میانی پوست توسط هر ابزار یا وسیله‌ای در اصطلاح تاتو گفته میشه. لازمه بدونید این لایه میانی پوست جایی هست که اگر جوهر درش قرار بگیره برای همیشه اونجا باقی میمونه. پس بهتره همین الان بدونید با این تعریف چیزی به نام تاتوی موقت وجود نداره و برچسب‌ها یا مواد رنگی که به عنوان تاتوی موقت در بازار وجود دارند در واقع تاتو نیستند. حالا هر اسمی دوست دارید براشون بذارید. تاتو یک کلمه جهانی شناخته شده است. با این حال در بعضی از کشورها معادل بومی هم داره. مثلا در زبان ترکی استانبولی هنوز هم دومه گفته میشه. و به کسی که کار تاتو رو انجام میده هم میگند دومجی. در زبانهای اروپایی هم قبل از واژه تاتو و مشتقاتش معادلاتی وجود داشتند که تقریباً دیگه استفاده نمیشن. مثل پیکواژ در زبان فرانسه یا مارک در زبان انگلیسی و آستیگماتا در زبان لاتین به معنی داغ زدن که به مرور زمان تغییر پیدا کردند و دیگه برای تاتو استفاده نمیشند. اما چرا تاتو؟ چطور شد که اسم تاتو از بین تمام اسمهای دیگر تبدیل به یک کلمه جهانی شد؟ سوال خوبیه. ماجرا برمیگرده به سفر بزرگ اکتشافی و پر سر و صدای جیمز کوک، کاپیتان انگلیسی در قرن 18 و حدود سالهای 1770 بعد از میلاد. سفرهایی که منجر به کشف جزایر زیادی در اقیانوس‌های جنوبی و قاره استرالیا توسط کاشفان اروپایی شد. زمانی که این افسر ماجراجوی انگلیسی با همراهانش در سفر اول به جزایر پولینزیا در اقیانوس آرام برخورد کردند و با بومیان تاهیتی آشنا شدند، از دیدن اشکال و نقوش جالبی که روی بدن این بومیان بود، شگفت زده شدند. البته نه اینکه قبلاً چنین چیزی ندیده باشند. ملوانها و دریانوردان اروپایی به اصطلاح خودمونی تاتوباز بودند و روی پوست بدنشون کم نبود از نقشه‌نگار. اما شکل‌های منظم، الگوهای جالب و نقش‌های زیادی که گاهن تمام بدن یک بومی رو شامل می‌شد، نظرشون رو خیلی جلب کرد. غیر از اون، روش‌های مبتکرانه و جالبی که بومیان این نقش‌ها رو روی بدن انسان ایجاد می‌کردند هم براشون جالب و حتی عجیب بود. در این سفر، علاوه بر این که خدمه کوک و ملوانان در این جزایر به عنوان سوغاتی روی بدنشون تاتو گرفتند، هنرمندی که همراه گروه بود به نام سیدنی پارکینسون نقاشی‌های زیادی از خالکوبی‌های بومیان مناطقی که امروز به نام نیوزلند و جزایر سوسایتی می‌شناسیم برای ثبت در تاریخ انجام داد که تصاویرش موجودند. همینطور طبیعت شناس برجسته سر جوزف بانکس هم گزارشی از مشاهده فرایند تاتو گرفتن یک دختر بومی در تاهیتی ثبت کرد که در واقع اولین گزارش اروپاییان از تاتوی بومیان تاهیتی به حساب میاد. این ماجرا انقدر برای این کاشفان اروپایی جالب بود که یکی از این بومیان به نام اومایی رو با خودشون به انگلیس سوغاتی آوردن تا اونو در کنار غنایم و دستاوردهای این سفر بزرگ به مردم و به خصوص پادشاه وقت انگلیس کینگ جورج سوم از نزدیک نشون بدند. کلمه تاتو برگرفته از کلمه بومی تاتاو هست که از زبان تاهیتی اومده و از دو بخش تات به معنی ضربه زدن و آو یعنی صدای ناله کسی که این ضربات رو تحمل میکنه تشکیل شده. تاتاو که وقتی وارد دفتر یادداشت‌های این کاشفان اروپایی ثبت میشد به شکل تاتو تی ای تی تی او نوشته شد و هنوز هم به همین شکل نوشته میشه. خب شاید حالا این سوال پیش بیاد که چی؟ یک سفر اکتشافی و دیدن چند تا بومی نقش و نگاردار و چند ملوان که رفتن سفر تاتو گرفتند چطور میتونه باعث بشه یک کلمه بومی عجیب جهانی بشه؟ بهتره موضوع رو از زاویه دیگه ای نگاه کنیم. اول از هر چیز باید بدونید تاریخ دقیقی برای اولین تاتو مشخص نیست. مستنداتی وجود داره که حداقل از 6000 سال پیش انسان‌ها تقریباً در جاهای مختلف دنیا قادر بودند نقش‌هایی رو روی پوست بدنشون به صورت دائمی طراحی کنند. یعنی فهمیده بودند اگر ماده رنگی مثل جوهر به طریقی زیر پوست قرار داده بشه به صورت دائمی اونجا میمونه و از بین نمیره. پس تاتو مختص زمان به خصوص یا سرزمین خاصی نیست. در طول این چند هزار سال هنر باستانی نقاشی زیر پوست بالا و پایین زیاد داشت. اما بنا به دلایلی که در قسمت‌های بعدی بیشتر راجع بهش حرف میزنیم، تاتو در اروپای اون زمان، یعنی وقتی که کاپیتان کوک به بومیان تاهیتی رسید، زدن نقش نگار روی پوست
خیلی جایگاه مطلوبی نداشت و فقط افرادی مثل دریانوردان و آدمهای ماجراجو سراغش میرفتند و در بین معتقدین مسیحی، اشرافزادگان و مردم معمولی خیلی مقبول نبود. از طرف دیگر، سفر کوک یک واقعه تاریخی واقعاً پر سر و صدا بود و در اون زمان نظر بیشتر مردم رو به خودش جلب کرده بود. در اون زمان سفرهای اکتشافی دریایی به اندازه سفر به مریخ جذاب بود و همه نگاه‌ها به این سفر و دستاوردهای اون بود. اروپا دستخوش تغییراتی شده بود و سایه سنگین کلیسا روی زندگی مردم خیلی کم رنگتر از قبل بود و دستاوردهای صنعت چاپ کمک می‌کرد اخبار و وقایع با سرعت و دقت بیشتری در اروپا سفر کنند و در دسترس عموم مردم باشند. در چنین فضایی هر موضوعی میتونست جالبتر و جذابتر به نظر بیاد و به همه جا با سرعت نشر پیدا کنه و به قول امروزی ترند بشه. تاتو هم در این شوی تاریخی تونست بیاد و تبدیل بشه به یک موضوع جالب که به اصطلاح مثل بمب صدا کنه و نظر همه رو به خودش جلب کنه. تا جایی که کلمه بومی تاتو با توجه به خاص بودنش و حتی شاید ساده تلفظ کردنش وارد تمام زبانهای اروپایی شد و مشتقاتش مثل تاتواژ در فرانسه، تاتوویقون در آلمانی و تاتواجی در ایتالیایی جای کلمات قبلی رو گرفت. به همین سادگی. حالا برمیگردیم به سوال اولمون. فرق تاتو و خالکوبی چیه؟ با این توضیحات، همونطور که خودتون هم حتما متوجه شدید، خیلی ساده باید بگم. هیچ فرقی نمیکنه. خالکوبی یعنی خالی که کوبیده میشه و با توجه به معنای دو لغت خال و کوبیدن ترکیب زیبا و مناسبیه. پس اگر از این به بعد کسی از شما پرسید این تاتو یا خالکوبی، صفحه کایهان تاتو رو بهش معرفی کنین تا دانستنی‌های بعدی با ما همراه باشید.